أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله برادران و خواهران عزیز، کتاب خود را ادامه داده استادیم. الله استفاده و افاده برای ما و شما و نسل ما و شما نصیب گرداند و میسر گرداند. موضوع و بحثی که ما آمده هستیم در این کتاب، روز آمرزیدن آنها کی است؟ جاز بعضهم على دیر راهب. روز مرد از نزد یک راهب گذشته ایستاده بود که و به راهب نگاه کرد و پرسید: فقال له یا راهب متى عید هؤلاء؟ ای راهب، عید خرسندی این قوم کی است؟ قال، در جواب پاسخ داد راهب: یوم یغفر لهم، روزی که آمرزیده و بخشیده و گناههایشان از آنها دور شود. بعد از همین حالت می شود که برای آنها یک خرسندی شود و عید شود. ما مثالک مع نفسک الا کمن وجد زوجته فی حانة خمار. حال تو با نفس مانند مردی هست که زن خود را در میخانه، در دیسکوتک، در جایی که حرام است حتما نرود، در آن جای یافت زن خود را، ولی به جایی که او را زنش را منع کند، دور کند، از آنجا برارد و ناراحت شود، برای زنش، برای زن خود طعامهای لذیذ، شرابهای قیمتبها را برایش میبرد. فاتاها بالملابس الحسنه والمآكل الطيبه واذا تركت الصلاه اصبح يلقمها الهرائس والالوان. تو هم مثل همین آدم هستی، آدمی که به میخانه رفت و زن خود را یافت، به جای دور کردن برای زنش لباسهای زیبا و هدیه ها و نوشاکی ها، خوراک های قیمتبها را برای زنش داد. تو هم مثل همین آدم هستی نسبت به نفس خود. نفس را به زنی که به میخانه رفته است به همین چیز مانند کرد امام. تو هم همین طور هستی. و اذا ترکت الصلاه، وقتی که نفست نماز رو ترک میکند، به جای اینکه نفست رو از این کاری بد دور کنی و طعن زنی، او را به خوراک های شیرینی های زیبا و نوشاکی های قیمتبها چی میکنی؟ مهمانی میکنی، مینوازی، چیزهای خوب را برای وی تکلیف میکنی، میدهی. عجایب یک حال. مسلمان باید هوشیار باشد، مسلمان باید زیرک باشد. بقي بعضهم 40 سنه لا يحضر الجماعه لما يشم من نتن قلوب الغافلین. یکی از بزرگان به جماعت نرفته است. برای چی پرسیدن؟ میگوید که بوی قلب‌های غافلان را احساس میکرد و طاقت نداشت که این بوی را به مشام گیرد. برای همین 40 سال میشود که به جماعت نرفته است. از آدمانی که در غفلت غرق شده که هستند، در گناه غرق شده که هستند، خواست که از این حال، از حالت اینها ضرر نگیرد، از اینها دور شد. لیکن باید مسلمان هم کار نیک را کند و جمعیت را نباید ترک کند. مبارزه با نفس خود برد و با انسان ها هم رفت معامله خود را دور نباید کند. فما اعرفک بمصالح الدنیا، پس تو منفعت ها و فایده های دنیا را میدانی. آن چیزهایی که در دنیا با تو تعلق دارد چی فایده ناک است، چی ضررناک است میدانی. و ما اجهلک بمصالح آخرتک، پس تو را چی منع کرد از منفعت های آخرت، فایده های آخرت، چیزهایی که قیمت بها است در آخرت، چی منع کرد که تو ندانی؟ بله، این قول ما را به حرکت انداخته ایستاده است که تا اینکه فایده های دنیا را چخیلی که میدانیم، فایده های آخرت را هم همین طور دانیم و خود را تشویق کنیم در این نقطه و انسان ها را تشویق دعوت کنیم. مثل الدنیا عندك كمن خرج الى الدنيا الضيقه واجتهد بخزن الاوقات. حال تو در مقایسه با کسی که منفعت آخرت را میداند، مثل اون شخصی است که به صحرا می رود، به بیابان می رود و چیزهای فایده ناک را جمع می کند. فانت قد اتیت بما لا يعود نفعه عليك في وقته. ولی تو چیزهای بی ارزش را و حتی چیزهای ضرر آور را جمع میکنی. و انت خزنت حیات الشهوات و اقارب المعصیه فهلكت
و تو یک مارها را و چیزهایی که برای تو ضرر میرساند و شهوتها را و زیناها را و چیزهای حرام را و گشتمها را جمع میکنی تا اینکه تو را هلاک کند. کفا بک جهلا ان الناس یخزنون الاوقات لوقت حاجتهم الیها. مردم برای روزهای درکاری آذوقه، خوراک و دیگر چیزها رو جمع میکنند، ولی تو گناههای جمع میکنی که به تو زیان میرساند. و انت تخزن ما یضرک و هی المعاصی. و تو گناه ها رو جمع میکنی که این گناه ها تو رو در آخرت به چقوری جهنم میبرد. هوشیار باش ای مسلمان. و هل رأیت من یأتی بحیات فیربیها فی داره. آیا هیچ دیده ای که کسی را که مار را به خانهش بیارد و مار را نگاه کند؟ فهل انت تفعل ذلك؟ آیا تو همین کار را میکنی؟ مار را به خانه آورده مار را نگاه میکنی؟ اگر این کار را کنی این مار تو را چی میکند؟ هلاک میکند. مار تمثیل است به گناه، مار تمثیل است به چیزهای حرام، مار تمثیل است به غیبت، مار تمثیل است به گناههایی که الله حرام کرده است. تمام گناه ها حرام است، تمام گناه ها ممنوع است. اینها مار هستند، تمام گناه ها مار هستند، مثل که مار هستند، مثل کژدم هستند که در قبر و در آخرت در دنیا برای انسان ضرر میرساند. والحمد لله رب العالمین. فصل وسلم على المصطفى.